محقق دانشگاه تبریز با پیوند عملی علم و صنعت در جشنواره کشوری خوش درخشید. استاد واعظی با پژوهش گروهی در صدد رفع انواع نیازهای صنعت و جامعه است. استاد دانشگاه تبریز در زمره برترین های کشور، دکتر عبدالرضا واعظی، استاد تمام آب زیرزمینی دانشگاه تبریز، در 25مین جشنواره تجلیل از پژوهشگران، پناوران و نوآوران برگزیده کشور به عنوان پژوهشگر برگزیده شناخته شد. 9 مرحله، یعنی در 9 سال که 7 سالش پیاپی بوده، جایزه بیشترین قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه تبریز رو کسب کرده بودم. امسال 10مین جایزه کشوری بود و دعوت شدیم برای یه جایزه دیگه. بازم افتخاری مال همه تیم. پژوهشگری که گام‌های مهمی در زمینه ارتباط دانشگاه با صنعت برداشته و نقش بسزایی در بومی‌سازی طرح‌های زیست محیطی داشته است. از شناسایی آلودگی، نوع آلودگی، میزان گسترشش، تعیین منشأ آلودگی تا میرسیم به مرحله پاکسازی. پاکسازی هم انجام میدیم و تحویل سازمان محیط زیست و اون صنعت میدیم. کاری که قبلا شرکت‌های خارجی در ایران انجام میده. الان به هیچ وجه دیگه ما نیازی به این نداریم، به خاطر اینکه این دانش رو ما بومی سازی کردیم. ذاتاً صنعت فکر میکنه که دانشگاه یه جایی که همش تئوریه، همش نمیدونم مقاله هست، همش کتابه. ولی ما اومدیم به صنعت نشون دادیم که نه، ما میتونیم پروژه‌های کاربردی براشون انجام بدیم و تونستیم این اعتماد صنعت رو جلب بکنیم. این پژوهشگر طرح‌های پژوهشی خود را با 40 نفر از دانشجویانش به سرانجام رسانده. ما یه تیم 40 نفره هستیم از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا و دانشجویان خوبی که طی سالهای گذشته با من پایان نامه‌هاشون رو کار کردن یا رساله دکترا انجام دادن، اونا رو کنار تیم نگه داشتیم. من به عنوان مشاور پایان نامه‌های دانشجوهای ارشد تمام در واقع یافته‌هایی که دانشجویان طی پایان نامه‌شون انجام میدن یا طی کار با صنعت، اونا رو ترتیب به گزارش می‌کنیم. ما یه سری از کارهای پروژه رو توی آزمایشگاه انجام میدیم، کارهای تحقیقاتیمون، و یک قسمت دیگهش به صورت میدانی هست و ما میریم توی سایت، اونجا اگر لازم باشه مستقر میشیم و اگر لازم نباشه نمونه برداری میکنیم از آب، خاک و برمیگردیم دوباره همون نمونه ها رو آنالیز میکنیم. من حدود 2 ساله با آقای دکتر واعظی کار میکنم. بعد این 2 سال 2 تا پروژه کار کردم با آقای دکتر. یکی پالایشگاه نفت بندر عباس تو موضوع پاکسازی آب و خاک، یکی هم تو پروژه راهن تبریز. همکاری تیمی این استاد و دانشجویان آنها را در کشور زبانزد کرده است. دانشگاه تبریز الان تونسته کل ایران رو فتح کنه، از استان چهارمحال بختیاری تا استان مرکزی کرمانشاه، خوزستان، استان بوشهر، استان هرمزگان. وجود چنین تیم پژوهشی پویا و پرانگیزه علاوه بر اینکه رفاقت و دوستی کمرنگ دانشگاه و صنعت رو پررنگ می‌کند، بلکه صنایع کشورمان را در مسیر حفظ محیط زیست هم با شتاب به پیش می‌راند. محمدیان، خبرگزاری صدا و سیما، تبریز.